رسیم برای بکس یو تو ساعت 4 صبح فیکس 4 صبح میگیره میای رشت 4 صبح کجا میتونی غذا بخوری؟ رستورانی که ما اومدیم معمولا بازه دیر وقت باز. حالا غذا سفارش دادیم. سید اینجا چند ساله اینجا برقراره؟ بالای 10 ساله بیشتر. 10 ساله ها. آرشان مثلا قدیمی یا زیتون بود؟ آرشان قدیمی تره ولی کیفیت این خیلی سوار اصلا قابل مقایسه نیست. آره بذار غذا بیاد. زرش پلو اینجا معروفه. اینجا زرش پلو داره، زرش پلوش خیلی معروفه. حالا من زرش پلو سفارش ندادم. سه زرش پلو سفارش دادم. منم کوبیده. صفا همبرگر. یعنی اینجا همه چی تنوع غذایی هست. چهار صبح زندگی در رشت جریان داره. همه چی در رشت به زندگی. چی داری میگی؟ زنده است یا رشت شهر زنده است. هر ساعت والله سلام تو رشت بود یه خربش بود. چهار صبح میگم شهری من بخوام میشه. سید فارسی صحبت کن. میگم چهار گارده چهار صبح داشتیم میامدیم شهرداری اینجا که مثلا 9 غروب بود بره 8 غروب بود والله دور میدان بچون گرفتی دور میدان نه همیشه دیدن بچه‌ها توی رشت کله پاچه میخورن یا پلو کباب؟ صبحونه شما کدو باشه دیگه هر دو تا آوره نه اصلی دیگه پلو کباب دیگه پلو کباب یعنی تو توی رشت گیلک باشی به جایی که بری آش بخوریم اینا معمولا گزینه اول پلو کباب. البته کله پاچه قدیمی ها همه ما رو به دو دسته تقسیم کردن خودشون دو دسته بودن ما رو دسته یه بار کله پاچه یه بار پلو کباب یعنی هر دو تاش لول اوله. آقا این ویدیو 100 تا لایک بگیره واسه میریم کله پاچه دیگه قدیمی ترین کله پاچه درسته؟ آقا اینو بگیر این سرویسی که میاره با غذا نیست این چیز جدا نیست با غذا میاره با آلیو زیتون و خیار رو کرد اینو همراه این هر چیز سفارش بدید این هست. حالا دیگه در کل اینجوری دیگه بچه‌ها ساعت 4-5 صبح اومدی تو رشت نمیدونی چی بکنی پلو کباب همه چی هست. دمت آقا غذا اومد ولی دیگه ما اینو پدرشو در آوردیم. این چیه سه؟ سس چه دیگه؟ سس زرش پلو. الان زرش پلو هم میاد میبینی. اینم برگرشه. گلفته مصطفی گفت من برنج نمیتونم بخورم سنگینه. خیلی دوستم منم دیگه اینه. الان غذای سید میاد بعد میبینیم بعد کیفیت رو نمون علی روغن ای روغن ای ور عدیک برای من چند ازش؟ نه عدیک زیاده اینم ماست و دلار نگاه کن ران و سیب زمینی ران زای به این غذا معروفه دیگه درسته؟ هم خوشم آقا من سیبزینو خوب بدم میگم آقا من دلم خواست خرید آشغال یه اون برش داریم اوه با دست میکنم حالا سید که داره مراحل شده حالش رو میگیری میره زیر درست گوجه میاد ده
گوجه کله به مقدار لازم. نمک دوباره بگو به مقدار لازم. لازم. فلفل مونه قرمز. فلفل مزه کباب اینجا رو بگیر آقا هم میزنی داغ به این صورت من اونجوریش بدم اینجوری میشه بله. کریم مساله عجیب واو هم موقع صبح از اون بچه بچه جدا میشه از نگاه نوشابه رو با نی نخوریم سیر شده شهرداری بودیم به 3 دیو گفتم آقا بریم آشان ساعت 3:30 بریم یه ذره اینجوری که گفت الان دیدم مهم نیست خب بریم با کی دوست داری ساعت 4 صبح بیایی اینجا غذا بخوری اسمش رو بنویس کامنت کن نازم بابا نازم سلام نازم بابا سه باید مخبانگ بذاره از این از جلو دوربین میشنم غذا میخورم کل کن بابا خدایی ببینش دونه غذا طلایی پرسونینش با عدد راست این مرد باید پیاز بخوره بیشترین تعداد پرس غذایی که خوردی زیر چند دادی؟ جلوز نه تو یه وقت مثلا شام یا نه 3 پرس 2 پرس نه یه پرس یه پرس ما غذا رو تو چند وعده میخوریم آخه ببین مثلا برای من مهم نیست مثلا این عصرانه است یعنی شام این نهار 4 3 10 هر زمان گوشتم میشه غذا میخوریم دیگه میدونی که تنوع غذاییش 170 خورده 180 خورده ایه 180 تا تنوع غذایی اما تن نیست که 180 غذای محلیش نه ما توی ایران به خاطر سبزی زیاده خورشتایی که با سبزی خیلی زیاده رشت قدم به قدم غذاخوریه دیگه گشنتم نواژه این بوی غذا که بهت میخوره تو فورا بوی غذا بخوری بوی غذا اینقدر بهت میخوره این بریم میری پولا کباب این بریم میری این منقل کاغذی این بریم میری برگر این بریم میری نمیدونم ساندویچ این بریم میری فلان چی کباب اینجا با تهران زمین تا آسمون فرق میکنه تهران اینقدر میگه امضای کار دقیقاً ماست محلی ماست مردم ماست محلیه ها کجای دنیا تو میبینی برای ماست ببین کجای دنیا تو میبینی همینجا همزده و شرکتی محلی محلی این سبزه بهش دلار مخلفات این نگاه هره اینجا نگاه میدی رش رفتم گیلان
تمام این چیزایی که ما میخوریم ربط داره. اینجوری نیست که هر چیزی رو گرفتی بیار بخوریم. مثلا زیتون تبش سرد اگه شد گرمه با اون پرورده‌ای که میشه متعادل میشه. مثلا این باقالی متعادل میکنه فشار تو متعادل. این زیتون میشه شوری، این میشه سس. اگه اینو خالی بخوری سس یعنی بینمک. باقالی اینو مثلا تک بخوری خوشی میشه، فشارتو میاره بالا پایین. این اگه تک بخوری زیتون فشارتو میاره بالا، چون نه فشارت باید بالا بالا نه فشارت بیاد پایین. اینو باید با هم بخوری. سریا میاد توی تابستون پلو سر رو با چی میخورن؟ چی سرد و پلوی سر رو با چی؟ اشبر. این اشتباهه. مخصوصا صبح خیلی حال میده دایی. اشتباهه. با ترشی میدونستی آره. بیمارستان میکنی تو من زخم میدادم به خاطر همین. تو تابستون مشروع با پلوی سر بخوری رای بیمارستان میشی. میدونستی سم تولید میکنه. آره سم میکنی. نه تابستونش که نمیکنه تو زمستون. تو تابستون بعضی این اشتباه رو میکنن، میان پلوی سر رو ماچین بکنن اشبر. چون گرما شدید اشبر شوره نباید تو تابستون اشبر بکنن. اشبر مال زمستون. آقا و یه نکته رو من در آخر اینجا ذکر کنم، فقط دست و پدر مادر ببوس. تماس اینجا نگاه لقمه آخر کارا تمام بود. کارا تمام بود. اخوره جو خفتن نهو جو خفتن نهو اینه قایم بوست. من بوسه خودش گیلکیه دایی. ایران شما صبح بیدار میشه صبحونه میخوری، ساعت 10-11 غیر نهار میخوری، یعنی قبل نهار دیگه بعد سوادی میخوری، دوباره نهارتو میخوری، دوباره ساعت 4-5 بیشتری میکنه. عصرونه میخوری، دوباره 8-9 شامتو میخوری، 11-12 شب قبل اینکه بخوابی هندونو بستگی به فصلش داره، میوه‌ای که مثلا کنی فصل چپچرگه. ما گیلانه بهشون شب چره، یعنی شب خوراکی شب. به خاطر همین شما غذا رو میفهمید. اینقدر مثلا سیر میشین غذا اینجا رو مثلا بکنی سیر میشین سیر میشون نمیتونستم بکنم. حاجی من خیلی ترکیدم. اینم اصلیه، کوکاکولا اصلی. ما تک دارو تک جونه بریدونی. یه زارماسه گیلکی در مورد غذا بلد نیست. ببین من غذای چند سوادم خوری چی نظر الان نمیزون الان باید این دست سیگار تو بشی فوق بخوسی. اگر بیشی اروپا میگن بیگی خود 4 صبح زیرش پلا رو بخوردم اول فکر کنی مثل دیوانی تیشوش بسید بازاش مدش تاریخ خورده کنه خوب شاید بسیار 4 صبح بشه فلا گواه بود همه فکر نکنیم ما الان مثلا اینجوری اومدیم اینجا یه نفریم ما کلا ما نیست خیلی هستن. الان اونقدر نمیدونم بگیر میان ها اینجوری فکر نکنیم. بس داخل اینم چیز دیگه ترمینال رشت. آلمانه رشت دوپینگ داره میکنن. بعد وساده وین این خدا وکیلی تو تهران ساعت 5 صبح یارو درگیر 12 شب پیش کی نمیتونه راه پیدا کنه. اصلا هیچی 5 صبح درگیر اینه که یارو بره مثلا مترو سوار راست میگه مترو سوار خدا همیشه میگم خدا بنا قوت بده. من بارها میگم ها مسافران بلند میشن که میان شما یه ذره بالا کن. نهایت احترام بهشون بذارید. به خدا من به چشم دیدم میرفتم تهران جنس می آوردم ساعت 5 خودی میرسیدم مثلا اشیرده کرج دیدم من به خدا دارن میدونن برای مترو. بعد برگشت که داشتم میومدن میدم باز اینا تو ترافیکن دارن میرن سر کار خوابن دارن میانم باز خوابن باز تو ترافیکن رفت تو ترافیک برگشت تو ترافیک بودن بنده خدا کی اینا خونه استراحت میکنن ما یه پشنجو میشه بلند میشه میان شمال خدای حقشون رو دفع کنن. خدا اونا قوت بده. بعد همیشه میگن حالا نه تهران کلا همه شهر. حالا مثلا فکر نکنم شهری به جز رشت باشه شما 5 صبح بری پلو کباب بخوری. فکر نمی کنم. آقا اینم یه مینی ولاگ خودمونی. ما اصلا ببینیم ساعت 4-5 صبح کجا میتونی بری غذا بخوری. اینم از این و تو کامنت ها
مصطفی موسی، یعنی مصطفی مساوی با موسی. موسا سید گفته به عشق سید همه کامنت مصطفی موسی، اینا دو نفر مصطفی زبدر موسی لایک. اینا دو نفر دستیسه کردن سر فردین کلا گذاشتن. فردین نه فردین جان باش حاجی. آره لایک و کامنت و ساب یادتون نره. دمتون گرم. امیدوارم لذت برده باشه. خیلی دلی بود. این فردین نبود، فردین باید میومد. فردین جاش خالیه. یه هشتگ فردین هم بزنید، فردین مظلوم. فردین 300 خدا حافظ.